سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 22 ایول همراه شما. حکومت تاجیکستان امروز در یک نشست پیامدهای فلاکت‌های طبیعی در ولایت بدخشان و وادی رشت را بررسی کرد. در جلسه حکومت گفتند خسارات اقتصادی از سیل و آبخیزی در این دو منطقه به 600 میلیون سومانی و یا 100 میلیون دلار میرسد. در ناحیه شغنان بدخشان سیل 72 خانه را ویران کرده است. در وادی رشت 50 خانه کاملا و 15 منزل دیگر قسما ویران شدند. 7 نفر در این حادثه ها جان دادند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داده است به آسیب دیدگان از فلاکت‌های طبیعی از 6 تا به 10,000 سومانی کمک رسانند و خانه‌های ویران شده را تا اول ماه نوامبر برقرار کنند. حکومت تاجیکستان روز پیش از این از سازمان‌های بین المللی و جامعه جهانی خواست برای رفع عاقبت‌های فلاکت 100 میلیون دلار کمک کنند. 10 نفر از روحانیان و کارشناسان و مقامات رسمی از کشورهای گوناگون در دوشنبه جمع آمدند و درباره فرموده‌های دین اسلام علیه افراتگارویی و تروریسم بحث می‌کنند. در نشست بین المللی اسلام بر ضد افراتگارویی دینی و تروریسم که در پایتخت تاجیکستان روز 22 ایول شروع شد، 30 روحانی، دینشناسان و پیشوایان جامعه‌های مذهبی از روسیه، کشورهای عربی، هند و اروپا شرکت دارند. عبدالجبار رحمانزاده دستیار رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه نشست بر رادیو آزادی گفت تروریسم، اکستریمیسم وطن، دین و مذهب ندارند. امروز تمام سیاره با مقابل آن مبارزه میبرد و تشویش‌های خیلی جدی و نگرانی وابسته به این رویدادها و ظاهرات‌های ننگین عمل‌های تروریستی است که امروز در هر یک گوشه و کنار دنیا ما می‌بینیم و می‌شنویم که چگونه حالت‌ها و واقع است. یک روحانی روس نیز در صحبت با رادیو آزادی ادعاها درباره آن را که جوانان در مسجدهای روسیه افراطی می‌شوند و به سوریه می‌روند رد کرد. حتی اگر تشویق عقیده‌های اکستریمیستی و رادیکالی جای داشته باشد هم آن در داخل مسجد روی نمی‌دهد. در روزهای عید رمضان و قربان صدها هزار مسلمان از مسجد جامع مسکو و دیگر مسجدها زیارت می کنند. آن چیزی را که در مسافه 1 کیلومتر در کنار ایستگاه متروی پراسپکت میره روی می دهد ما نظارت کرده نمی توانیم. شاید افراد با چنین اعمال مشغول باشند. اینجا نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات باید واکنش نشان دهند. افراتگاروی اسلامی در تاجیکستان مقامات را نگران کرده است و به اعتراف خود آنها بیشتر از 400 شهروند تاجیکستان به صف گروه‌های تندرو و تروریستی در عراق و سوریه پیوستند. دولت قرغیزستان سازشنامه همکاری با امریکا از سال 1993 را رسما قطع کرد و بعد چند روز از آن که حکومت ایالات متحده به یک حامی حقوق زندانی در قرغیزستان جایزه داد. دفتر ریاست جمهوری قرغیزستان روز 21 ایول گفت تیمیر سریف نخست وزیر کشور سندی به اعتبار کردن سازشنامه همکاری و کمک به قرغیزستان را امضا کرده است. سند مذکور بعد آن امضا شد که حکومت امریکا به عظیم جان اسکروف، یک خبرنگار ازبک تبار و حامی حقوق جایزه داد و خشم حکومت قرغیزستان را برانگیخت. رهبران بانک ملی تاجیکستان میگویند در نیم سال گذشته شهروندان کشور و به خصوص مهاجران کاری به تاجیکستان بیشتر از 1 میلیارد و 160 میلیون دلار فرستادند که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 32% کمتر است. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی روز 21 ایول در نشست خبریه در دوشنبه گفت این زمان انتقال روبل روسی به تاجیکستان زیاد شده است. اومد در مجموع روبل روسی در حجما زیاد آمدگی حجما زیاد آمدگی اومد حساب اگر دیوالواسیون حساب کرد همون زیاده از 2% 34% کاهش یافته است. بحران اقتصادی در روسیه و کمتر شدن جای کار برای مهاجران از سبب‌های اصلی کاهش انتقال پول به تاجیکستان است. رئیس بانک ملی تاجیکستان همچنین گفت با وجود کاهش انتقال پول آنها نگذاشتند قرب سامانی در نسبت اسعار خارجی بسیار پایین رود. یک دوچرخه سوار چخ که سیاحت جهانی با دوچرخه را ماه پیش از روسیه شروع کرد، بعد یک ماه حرکت از طریق قلمرو روسیه و مغولستان و چین
به بدخشان تاجیکستان رسید و در روزهایی که سیلابخیزی راههای این منطقه را ویران و ولنگار کرده است. پیتر مزل روز 21 ایول در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت هر وقت چشمش را باز میکند باران میبارد، ولی او لباس گرم هم ندارد. بنابر سبب فشار پست در بلندی سر و صورت پیتر مزل نیز ورم کرده است، ولی او امیدوار است که سیاحتش در تاجیکستان به خوبی سپری می شود. دوچرخه سوار چخ عزم دارد در ظرف 300 روز در 4 قطعه کره زمین اروپا، آسیا، افریقا و امریکای جنوبی 30,000 کیلومتر را طی کند. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.